سلام به بینندگان عزیز. این پیام برای افرادی هست که در جهان نتونستن واکسن بزنن و یا به هر دلیلی بدنشون در مقابل کرونا ویروس دفنسی نداره یا محافظتی نداره. ما الان میخوایم روشی رو به شما یاد بدیم که سالهاست در گذشته دور استفاده میشده در جهان و مادر بزرگ‌ها اصولاً میدونن این چه روشی هست. اما قبل از این توضیح بدم میخواستم توضیح بدم که سازمان جهانی بهداشت اولین ضعفی رو که یا تنها ضعفی رو که در ویروس کرونا دیده شده دما مطرح کرده. این دما بالای 70 درجه باید باشه. حالا چرا ما از این روش میخوایم استفاده کنیم برای این کار؟ چون این ویروس فقط در قسمت تنفسی حرکت میکنه و از قسمت دهان بینی وارد میشه و تو قسمت تنفسی ما حرکت میکنه تا ششهای ما میخوایم این قسمت ها رو پاکسازی بکنیم از امکان وجود هر ویروس. این روشی که ما استفاده میکنیم بسیار ساده است اما بسیار مؤثر. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما احتیاج به یه ظرف داریم که بتونیم روی گاز قرار بدیم اینو و داخلش تا نصف آب میکنیم. این آب رو با در بسته میذاریم میجوشه. موقعی که در حال غل زدن هست و ایجاد تبخیر میکنه و بخار آب با درش ور میداریم و میذاریم در یک جایی. به این صورت در رو باز میکنیم. اما قبل از این کار رو بکنیم از یک حوله استفاده میکنیم برای روی سرمون. یعنی اینو کاملا میکشیم روی سرمون و روی این ظرفه که بخار آب داره در رو ور میداریم و شروع میکنیم برای 1-2 دقیقه توی این با چشمای بسته تنفس کردن. یعنی چی؟ از بینی تنفس میکنیم و بعد از دهن تنفس میکنیم. ما این دما رو که نزدیک به 100 تا 90 درجه است وارد قسمت تنفسی کرده، در بینی، دهان، گلو و شش از هر نوع موجودیت این ویروس پاک میشه، چون ویروس میترک و بین میره و نیاز به هیچ خرج اضافه ای هم نیست. حتی اگر اوکالیپتوس میخواید بهش اضافه کنید مسئله شخصیه. مسئله مهم دمای حرارت. این پیام برای افرادی هست که به زبان فارسی تسلط دارن و ما به زبانهای دیگه هم به این برنامه رو پخش خواهیم کرد به 4 زبان مختلف. ولی این خیلی حساسه که شما باور به این مسئله داشته باشید. این 2-3 دقیقی که شما روزانه میخواید این بخار آب رو ازش استفاده بکنید، به غیر از اینکه هیچ ضرری برای شما نداره، حتی برای پوست شما هم خوبه. اما مهم این نیست. مهم حفاظت شما در مقابل ویروس کرونا است، حتی نوع دلتاش. و هر شب که به خانه میاید اولین کاری که میکنید به جوش آوردن آب داغ هست و بعد با یه دونه حوله که رو سرتون میندازید 2-3 دقیقه تنفس میکنید با چشم بسته با فاصله. بعد اگر دما کافی نبود و میتونستید تحمل کنید فاصلتون رو کم میکنید و به این صورت شما خودتون رو محافظت کردین بدون اینکه احتیاج به دارویی چیزی باشه و هیچ وقت ویروس با بدن شما درگیر نخواهد شد، به خاطر اینکه قبل از اینکه بخواد به ششهای شما صدمه بزنه از بین خواهد رفت. و این کار رو باید هر روز یا حداقل هر 2 روز استفاده بکنید و انجام بدید. امیدوارم این کار رو بکنید و با هم بتونیم در مقابل کرونا پیروز بشیم. خیلی ممنون از شنیدن حرفای من و امیدوارم این برای شما خیلی مؤثر و اثر بخش باشه. خداحافظ.